گفتم از چیزی ترسیدی؟ علی بابام یه مار داره. چرا مگه نیش میزنه؟ نه فقط شبا بیدار میشه مامانو میترسونه. سلام عمو، چرا گریه میکنی؟ آجی دارم میمیرم ولی تا الان جق میزنم. چرا ازدواج نکردی؟ آخه تو جوانی میگم تا وقتی پولدار نشم زن نمیگیرم. مامان دیشب بابایی با چیزی سوزوندت. نه پسرم، چرا؟ خب پس چرا میگفتی وای سختم یکم خیسم کن؟ پسرم میدونی سایز پای مامانو چنده؟ براش کفش میگیرم. بابا من از کجا بدونم پاهاش که هر شب سری شونه شماست. سلام عمو، یه توصیه مفید به خانوما بکنی. دنبال پسرای کاسب و کاری باشید نه پسرای خوشگل. چرا مگه پسرای خوشگل چیشه؟ چون خوشگلا رو میکنن. مامان بزرگ شیاف چیه نه؟ پسرم شیاف تنها متجاوزگریه که کارش از روی هوس نیست، نیتش خیره. نه بعد از مرگم همراه مرد همسایه عروسی کن. تو از مرد همسایه که نفرت داری چی قصه وسوت است؟ او یه بار موتور خراب و کهنه خودت جانم زده بود، میخوام قصد خوده بگیرم. سلام عمو، یه توصیه مفید به زنا بکنی. آناناس بخورید یه شربتتون شیرین بشه. و یه توصیه به مردا. چجوری مردی میخوای دخترم؟ یه مردی میخوام که هیچی خرچم نکنه اما تا میتونه بکنه کدم بلد باشه. البته محبت کردن. خبر خوش حاج خانم 4 قلوست. یعنی چی مگه میشه؟ ماشاءالله به حاجی آقا. وای پسر چیکار کردی؟ عمو با این همه موز چیکار میکنی؟ عزیزم امشب شب جمعه است. اینا رو گرفتم تا صبح تلمبه بزنم. پسر عموم از کربلا زنگ زده. میگه برو دبه شرابو تکون بده خراب نشه. آخه بی انصاف چرا رفتی کربلا؟ حاج آقا، زن تو چقدر مهر کردی؟ والا مهر که نامزد بودیم ولی آبان و آذر خیلی کردم. ماهواره تبلیغ میکنه افزایش طول آلت تا 6 برابر. اخه بیشتر مگه کو کرگدن میخوای بذاری؟ من همین 5 سانتم هم نشون حاج خانم میدم جیغ میکشه. همه رو بیشتر دوست دارین یا بچه‌هاتونو؟ همسرمو. چرا؟ چون کمپنی از محصول کرده با ارزش تره. زمستون به اسفندش مینازه و پاییز به آبانش. آبان ماهی جان تولدت مبارک. میدونی سیگار آروم آروم آدمو نابود میکنه؟ ما هم عجله‌ای نداریم. سلام خانم، بزرگترین اشتباهی که کردید چی بوده؟ بزرگترین اشتباه این بود که سمبوسه‌مو پیش از عروسی پاره کردم. بزرگترین حسرت زندگیت چیه؟ زمانی کوچیک بودم یه بار دختر همسومون گفت خیلی گرمه، منم گفتم کولر رو روشن کن. یه چی بگو؟ ترکیبی که هیچ وقت باخت نمیده. رفاقت بین خال و خواهرزاده است. چرا همیشه باسنم درد میکنه؟ چون اون برای ریدن ندادن. چرا گریه میکنی؟ آدم وقتی از خواب بیدار میشه یکی رو میخواد که لباشو ببوسه و اگه لازم شد بهش بده، ولی شوهرم فرار کرده.